ذکر فضائل و مناقب امام سجاد علیه السلام در 1 و 2 و حتی 10 تا 100 تا برنامه هم نمی گنجه. شخصیتی که هرچند معروف فقط در بعد عبادی هست و به حق هم همینطوره، ایشون زین العابدین، سید الساجدین، زین العارفین و امام العارفین هست. همه این رو به این شکل که عرض کردم قبول دارن. حتی بسیاری از بزرگان اهل سنت هم تعریف های از امام سجاد علیه السلام تو مطالبشون ارائه کردن. اما دوستان توجه داشته باشن که شخصیت امام سجاد علیه السلام منحصر، ابعاد وجودی حضرت منحصر فقط به بعد عبادیشون نیست. بله. در جود و سخا هم در زمان خودشون بی‌نظیر بودن، در فصاحت و بلاغت هم بی‌نظیر بودن. خطبه ها موجوده دوستان. خطبه حضرت رو با اینکه روز قبلش که در عاشورا، روز عاشورا، امام سجاد در حالت احتضار و مرگ بود، طوری که چند بار حمله کردن که حضرت به شهادت برسونن، گفتن که نه این داره میمیره دیگه، نیاز به شهادت نیست. ولی فردا شما فرمایشات حضرت توی شهر کوفه ببینید که چه قوقایی به پا کرد، چه تحولی در همون مردم ایجاد کرد. خطبه حضرت در شام هم که خب مشخص در فصاحت و بلاغت هم حضرت نظیر نداشت. در عرض کنم که شجاعت هم نظیر نداشت، در هیبت و عظمت روحی هم نظیر نداشت که باز ماجرای حضور حضرت در مسجد حرام و هشام بن عبدالملک و اینکه تجاهل کرد، گفت من امام رو نمیشناسم و چه کامه عظیم فرزدق که هذا الذی تعرف البطحاء و بطعته الی آخر، بطعته اون چه کامه بلند. عرض کنم که در ابعاد مختلف امام سجاد علیه السلام در زمان خودش بی‌نظیر بود که اگر بخواد نمونهاش گفته بشه وقت زیادی میخواد. اما اگه بخوام توی تمام اون نقش آفرینی حضرت و اون تلاش های حضرت برای حفظ و توسعه و تثبیت اسلام ناب بخوایم انگشت روی یک محور بذاریم، بله، با توجه به این که اسلام در پایان دوران امام سجاد علیه السلام، اصل اسلام دیگه تثبیت شد با تلاش های 4 امامی که امیرالمومنین امام حسن، امام حسین و امام سجاد، دیگه اصل اسلام از خطر نابودی رها یافت. اگر بخوایم نقش امام سجاد رو که در ابعاد مختلف حضرت نقش آفرینی کردن و به تعبیری که نویسندگان ما، ایشون در عینیت جامعه مدام حاضر بودن. اگر بخوایم روی یکیش انگشت بذاریم، همون حفظ دستاوردهای کربلا و جلوگیری از تحریف اون عظیمترین حادثه تاریخی و پر اثرترین حادثه تاریخی یعنی حادثه کربلا بود. امام سجاد علیه السلام 35 سال بر حسب نقل مشهور که دوران امامتشون بود، مهمترین وجهه همتشون رو حفظ دستاوردهای کربلا قرار داده بودن. ظاهر اینه که امام از روی مثلا تأثر و تأسف و مصیبت مطالبی میفرمود، ولی وقتی انسان دقت میکنه میبینه نه، هدف خیلی بالاتر از این هست. هدف اینه که این عرض کنم که خورشید حیات بخش و این خورشید نور و حرارت بخش جامعه بشری این تحریف نشه، همون گونه‌ای بوده به نسل‌های بعد منتقل بشه و لذا امام به هر بهانه‌ای کربلا رو تجدید میکرد. وقتی انسان خطبه‌های امام حضرت زینب، ام کلثوم و فاطمه بنت الحسین که در کوفه خوندن رو نگاه میکنه، میبینه هر 4 نفرشون روی یه موضوع عنایت داشتن، اون هم در کربلا چه گذشت، بدون کم و کاست که نتونن هیئت حاکمه و تبلیغات وسیعشون نتونن حقایق کربلا رو تحریف بکنن. این هم تو ادامه داره، جاهای دیگه هم همینطور هست. فقط در شام یه تغییر انسان مشاهده میکنه، اون هم چون شام اهل بیت رو نمیشناختن، امام سجاد رو نمیشناختن، بیشتر دشمن هم بودن، نمیشناختن اینا کی هستن. کوفه میشناختن، لازم نبود بخوان خودشون معرفی کنن. اونجا چون نمیشناختن، اول امام سجاد علیه السلام خودشون معرفی کرد، اهل بیت معرفی کرد و جایگاهشون رو، عظمت‌هاشون رو معرفی کرد، فضایلشون رو معرفی کرد. بعد که مردم فهمیدن اینا کی هستن، باز رفت سراغ همون بحث کربلا. حالا که فهمیدید ما کی هستیم، بدونید در کربلا چنین چنان بود. این همه جا بود، هر جا عرض کنم تا آخر عمرشون. اون که از خدمتگزاران حضرت گفت که وقت اون نرسیده که شما دیگه دست از گریه و زاری و اندوه بردارید،
من براتون غذا میارم گریه میکنید، آب میبینید گریه میکنید، جوان میبینید گریه میکنید، پیر میبینید گریه میکنید. فراموش هم نکنید دوستان که یک شخصیت با ابهت و عظمتی که نمونهش در همون ماجرای فرزدق هست، این داره گریه میکنه. گریه امام سجاد کل جمع رو متحول میکرد، متاثر میکرد. امام سجاد علیه السلام فرمود که یعقوب پیامبر 12 تا پسر داشت، یکی از پسرهاش موقتا از جلوی چشمش دور شده بود، میدونست که پسرش زنده‌ایه، اما انقدر گریه کرد که چشماش کور شد، به تعبیر قرآن و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. ولی من در یک روز با چشم خودم دیدم 18 نفر از عزیزانم، از اقوامم و عزیزترین عزیزانم که بر روی کره زمین مثلشون وجود نداشت. من در یک روز، اینا همه تصویر اون چیزی که در کربلا گذشت. 18 نفر بودن، نظیر نداشتن، با فجیع ترین وضع به شهادت رسیدن، پرپر شدن. این در تمام دوران زندگی امام سجاد علیه السلام بود.